استخوان‌های ما 4 سپتامبر سال 1999 در جشن 1100 سالگی اسماعیل سامانی گشوده شده است. استخوان تا امروز دارای 2468 نگاره میباشد که همه نگاره‌های جمع‌آوری کرده شده از ناحیه‌های زیرتابه ولایت ختلان جمع‌آوری کرده شدند. وابستگی دارند به عصرهای 1 2 عصرهای 7 8 تا آخر عصرهای 19. چقدر که از شما در استخوان مکت تپه رو میبینید، امثله تپه است که تپه ما تاریخ بیش از 2000 ساله دارد. در اینجا اول شاهان وخشان زمین بعد بیک لیوکن زندگی کردگی بود. تپه در بین دو تا دریا جایگیر است. تا زیر هر دو دریاها وجود دارند. دریا که در پایان تپه میگذرد این جویبار کهنه است که در نتیجه آبخیزی و زمین لرزه پیدا شدگی بود. دریا که از پشت تپه میگذرد نام دارد جوی خانم. خانم یکی از آنهای دوست داشته بیک همان زمان بود که دریا را با خواهش زنش میکند، با نام زنش نامگذاری میکند. جوی خانم چخیلی که وجود استخوان‌های ما نام دارد بیبی خانم، استخوان‌های تاریخی کشاورزی به نام بیبی خانم. در شهر قرغان‌تپه بازار کلانی بود که راه ابریشم از ایران تا بخیتای از بین قرغان‌تپه شهر میگذشت. هر کسی به همین بازار وارد میشید باید همچون انداز یک خرجین خاک در بالای تپه بریزد، بعد اجازه داشت که در بازار وارد شود. طول 400 سال خاک را کشاندن، از سطح دریا 40 متر بلند کردن، بعد در بالایش قلعه خودش را ساخته. نام قدیمی شهر قرغان‌تپه لوکن نام داشت. لوکن خودش کلمه عربی است، معنایش شهر در یک گوشه. در عصر 13 وقتی که ترک زبان‌ها در شهر ما وارد شدند، علاقه از نام لوکن و یگان اثراتی نبود. در شهر همین تپه بود، در بالایش قلعه نیم سوخته نیمه‌لنگار شهر را نامگذاری کردند قرغان در بالای تپه.